هم خود صدام حسین به حسب حکم شرعی کافر است و هم این طرفدار کفار است. باید ملت عراق بداند که این آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطر است در ملت عراق زیاد است و الا به ملت ما که اون نمیتوند صدمه بزنه او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردند. همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید و قوای خودتون را صرف این کنید که این جرثومه فساد را از بین ببرید. خدا به شما تأیید میکند اگر چنانچه قیام کنید و این شخص را از بین ببرید و یکی را خودتون به جای او بگذارید. ما هم کمک شما هستیم در این که از خود شما، از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت عراق را. ما هم کمک شما هستیم در این که از خود شما، از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت عراق را. و این آدمی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام مشغول مفسده شده است، این فاسد را از بین ببرید، با ملت همراه بشید. ملت عراق هرگز با صدام حسین موافق نیست، یک روز هم موافقت ندارد. ملت عراق با اسلام موافق است. کسی که با اسلام موافق است، کسی که کتاب او قرآن است، کسی که کعبه قبله اوست، نمیشد با یک آدم کافری که در پناه کفار دارد زندگی می کند و در پناه کارتر و امثال کارتر دارد به حیات خودش ادامه میداد، نمیشد با این همراهی بکنیم. من به اونها سفارش میکنم، به ارتش عراق، که اگر میتوانند قیام کنند بر ضد این آدم و این آدم را از بین ببرند و خودشون جانشین او بشن. و ما هم تاییدتون میکنیم. باید ملت عراق بداند که این آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطر است در ملت عراق زیاد است و الا به ملت ما که اون نمیتوند صدمه بزنه او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردند. همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید و قوای خودتون را صرف این کنید که این جرثومه فساد را از بین ببرید. خدا به شما تأیید میکند اگر چنانچه قیام کنید. الدجال يعني شلون تطلع بجرايدكم انتم خميني الدجال؟ هم يقولون خميني الدجال، المعارضة الإيرانية، هم احنا منسقين وياهم، لكن هم أيضا بالتعامل اكتشفوا بأنه إنسان دجال ومشعوذ. جاوبنا ما ظل مسعى سلمي إذا ما جاوبنا وياه، ما ظلت وساطة إذا ما قلنا نعم، ما ظل مقترح يحافظ على سيادتنا وعلى سيادتهم وعلى كرامتنا وكرامتهم وعلى أمننا وأمنهم وعلى حقوقنا وحقوقهم إلا وقلنا نعم. ما هو الطريق؟ القتال، القتال حتى النصر، دفاع عن الوطن وعن الشرف حتى النصر بعون الله. شو نسوي؟ نقاتل، والمقابل هو علي أريلين. احنا ما ظل عندنا مقدمة لللين، كل ما عندنا في القاموس اللين والسياسة قدمنا، فلم يبقى إلا أن نقاتل. تعجيزه هو الذي يقرب السلام،
عندما يعجز يقبل بطريق السلام. والخميني عندما يدرك أنه يخسر أكثر مما يربح يقيم السلام حتى وهو حي وبقرار منه، لأن الخميني استخدم السياسة في كل ميدان، ويا الإسرائيليين استخدمها واشترى السلاح بقرار منه، ويا الأمريكان لقى عدد من المليارات لعبوا بقضايا الرهائن ثم أطلقهم بقرار منه. فهو سياسي، لكن سياسي يقيم الحسابات على أساس ما يربح وما يخسر.